بچه‌ها یک سوال: چرا با وجود هوش مصنوعی هنوز زندگی خیلی از ماها هیچ تغییری نکرده؟ من چندین ساله که تقریبا هر روز دارم از هوش مصنوعی استفاده میکنم، ولی اگر ازم بپرسن درآمد چند برابر شده، میگم نه. زندگی زیر و رو شده، میگم نه. پس مشکل از هوش مصنوعیه یا از خود ما؟ به نظرم خیلی از ما یک اشتباه مشترکی داریم: مدام ابزار جمع میکنیم مثل چت جی پی تی، کلاود، جمینای، نوتبوک ام، ولی خروجی تولید نمی کنیم. دانستن با ساختن دوستان خیلی فرق داره. اگر هر روز فقط 1 ساعت با هوش مصنوعی حرف بزنیم، احتمالاً سال بعدم همون جایی هستیم که امروز قرار داریم. اما اگر هر هفته فقط یه دونه ویدئو منتشر کنیم یا یک دونه مقاله بنویسیم یا یه دونه محصول بسازیم، کم کم نتیجه ها خودشون رو نشون میدن. هوش مصنوعی جای عمل رو نمیگیره، فقط سرعت عمل رو بیشتر میکنه. به همین راحتی. من خودم هنوز وسط این مسیرم. شاید این ویدیو رو یک یادآوری باشه برای خودم که بیشتر یادآوری کنم به خودم. اگر تو هم همچین احساسی رو داری، بیشتر یاد میگیری تا اجرا کنی، توی کامنت بنویس وقت عمل هست.